به نام خدا. با سلام، کامگار هستم، کارشناس ارشد پرستاری و کارشناس تخصصی زخم و سوختگی. ما در مرکز مراقبت زخم و سوختگی جنوب در کلینیک مولا الموحدین در شهرستان گراش تحت نظارت متخصص عفونی جناب آقای دکتر مطلبی یه سری خدمات ارائه میدیم: درمان زخم پای دیابت، درمان زخم بستر، درمان زخم‌های ناشی از جراحی، درمان زخم‌های ناشی از پرتو درمانی، زخم‌های عفونی، زخم‌های ناشی از واریس و همچنین درمان سوختگی‌ها با استفاده از انواع پانسمان‌های نوین، سلول‌های بنیادی و پانسمان بیولوژیک و لارو درمانی، درمان زخم به روش PRP، دستگاه لایت تراپی، دستگاه پلاسما تراپی، دستگاه کربوکسی تراپی، دستگاه وکیوم تراپی، همچنین دستگاه اوزون تراپی. ما در واحد مراقبت از زخم و سوختگی در کلینیک مولا الموحدین در شهرستان گراش پذیرش بیماران با هر نوع زخم و سوختگی از شهرستان گراش و شهرستان‌های لار، عوض، جویم، خنج و همچنین شهرستان‌های همجوار میباشیم.